مراد هنوز خیلی زوده. یه قولی دادم، باید به قولم عمل کنم مادر. خدا کمکت کنه پسرم. مراد. بله سونا. بدون اینکه به مغازه سر بزنی داری میری؟ یه کاری دارم. میشه بگی چه کاری؟ آخه تو چی کار داری؟ خیلی جالبه، به مغازه که سر نمیزنی، عجلم که داری. یکی از عزیزانم از دست دادم. فهمیدی؟ مرده؟ بله، فوت کرده. ای وای، کی؟ استاد آگوب. خب دیگه خداحافظ. استاد آگوب؟ اون دیگه کیه؟ چی بگم؟ آخ مراد، آخ تو چه جور آدمی هستی؟ برات متاسفم. ببینم حالا چی کار میکنی؟ واسه استاد آگوب چی کار میتونی بکنی؟ مراد؟ مروه، میخوام جنازه آقا آگوبو تحویل بگیرم. ولی این امکان نداره مراد. قراره همکیشاش بیان جنازه رو تحویل بگیرن. آقای سارکیس تمام کارهای لازمو کرده. برای چی تو همچین چیزی میخوای؟ آخه از من قول گرفته بود. مراد، متاسفانه تو نمیتونی اینو ثابت کنی. میفهمی؟ مراد منصرف شو. خواهش میکنم، اینجوری دردسر بزرگی واسه خودت درست میکنی. رجب یه لحظه بیا. خداحافظ. چیه؟ میخواستم بپرسم جنازه آقای آگوبو که دیروز فوت کرده رو تحویل گرفتن؟ چطور مگه؟ میدونی آخه جنازه با ارزشی. ای بابا، آخه مرده به درد کی میخوره مروه خانم؟ باید خیلی مراقب باشیم. اوضاع چطوره؟ شنیدم قراره رئیس بیمارستان عوض بشه. نمیدونم رجب، همچین چیزی نشنیدم. تو از کجا شنیدی؟ پرستارا تو بوفه به هم میگفتن. مثل اینکه تمام خبرها پیش توی رجب. نه بابا، گاهی اوقات میرم بوفه، اونجا شنیدم. میدونی آخه تازه رئیس شده بود، خیلی تعجب کردم. آره منم تعجب کردم، اینقدر سرگرم کاریم که از هیچ چی خبر نداریم. دقیقا همینطوره.
ما هم تمام روز اینجا نشستیم و از هیچی خبر نداریم. آره همینطوره. خب دیگه خسته نباشی. خداحافظ. شما هم خسته نباشی. خداحافظ. قولی که داده بودم عمل کردم استاد عقاب. عمل کردم. یعنی چی که نیست؟ عقوب سلویان کجاست؟ یعنی حتی یه جسدم نتونستین نگه دارید؟ این آبروریزی بزرگ. چطور ممکنه جسد یه نفر گم بشه؟ چطور ممکنه هیچ کدومتون با خبر نباشین؟ چطور میتونین همچین مسئله ای رو نادیده بگیرین؟ اگه یکیتون تو این کار دست داشته باشه کاری میکنم بیفته زندان. شماها واسه مرده هم احترام قائل نیستین. ما بلافاصله به پلیس خبر دادیم. برید سر کارتون. لئون به همه خبر بده. آها. به همه خبر بده. روزنامه ها، اداره پلیس، به همه. حتما تو این کار تعمدی هست. دارن دستمون میندازن. متوجهی؟ سلام علیکم. علیکم السلام. میخواستم یه قبر بخرم. باید شناسنامه و آدرس متوفا رو به شهرداری ببرین تا کارهای اولیه انجام بشه. از اونجا باید اجازه دفن بگیرین و برای ما بیارین. ما هم قبر رو آماده میکنیم. متوجه شدی؟ متوجه شدم ولی میخواستم تا نماز عصر دفنش کنم. امروز فوت کرده؟ دیروز. کاراتون رو زودتر انجام بدین. بیاین تا ببینم چی کار میتونم بکنم.
این همه اوراقو میخوایم چیکار؟ بیچاره مرده رفته. این حرف رو نزن برادر. این مدارک باید حتما باشه. ضمناً با ابطالش فرصت سودجویی رو از خیلیا میگیره. خیلی ممنون. خدا نگهدار. ای بابا. شناسنامه‌شو از کجا پیدا کنم؟ از کجا؟ خدای خودت کمکم کن. آقا در ابتدا به شما تسلیت میگم. شما تنها کسی هستین که میتونین اطلاعات لازم رو به ما بدین. ممکنه اتفاقات رو بازگو کنی؟ آقا سلویان دیشب فوت کرد. امروز برای گرفتن جنازه اون اومدیم، ولی اون جان نبود. خب فکر میکنین این چه دلیلی داشته؟ امکانش هست کسی یا کسانی با اون یا خانوادش دشمنی داشته باشن و جنازه اونو از بیمارستان دزدیده باشن؟ نمیخوام در این باره چیزی بگم. آقا تو جماعت ما مرد بسیار محترمی بود. ما برای کسی که بتونه اطلاعاتی در اختیارمون بذاره جایزه تعیین کردیم. مسئولین بیمارستان چه توضیحی برای این کار دارن؟ متاسفانه نمیتونن کاری غیر از عذرخواهی انجام بدن. رئیس پلیس اومد. زود باش بگیریم از این چند تا سوالت رو باشه. دور بیرو بیا. اجازه بدید. چیزی برای گفتن لطفاً اجازه بدید. دوستان اجازه بدید. بعداً اطلاعات لازم رو بهتون خواهیم داد. خواهش میکنم اجازه بدید. دوستان لطفاً یه لحظه صبر کنید. دوستان بیان کنار. اجازه بدید. خواهش میکنم. آقای رئیس پلیس چند لحظه وقتتون در اختیار ما بذارید. بگو ببینم چطور این اتفاق افتاد؟ ببین چه دردسری برام درست کردین کمیسر. از استاندار گرفته تا وزرا و سفرای خارجی همه از این قضیه مطلع شدن. اگه این مسئله امروز تموم نشه از کار برکنارت میکنم، گفته باشم. صبح خواهر مروه اومده بود سردخونه. انگار میدونست و به هم گفت مراقب باشم. مثل اینکه از یه چیزی خبر داشت. قربان متشکرم، تو میتونی بری. مروه چیزی میدونی دخترم؟ آقا آکوب که فوت کرد آخرین لحظه کی پیشش بود؟ آقای سارکیس. دیگه مراد. این کار زیر سر مراده مگه نه؟ ببین اگه میدونی کجاست بگو. مروه بهم قول بدین که بلای سر مراد نمیاد پدر. مروه چرا درک نمی کنی؟ ببین دخترم این همه سال خدمتم به باد میره. اگه این مسئله روشن نشه بیچارم میکنم. صبح اومده بودی اینجا. برای چی؟ برای چی؟ این مرد از جنازه مردم چی میخواد؟ مثل اینکه میخواست خودش دفنش کنه. ای احمق، این مرد دیوانه است؟ ای بابا مگه دیوانگی شاخ دم داره؟ تو دیوانه است؟
تو برو اون طرف. باشه. دخترم چی شده؟ این مراد کجاست؟ خدا میدونه باز دنبال چه دیوونه بازیه. نگفتم اوستا؟ خسته نباشید. مراد نیستش؟ نه امروز نیومده. مشکلی پیش اومده؟ آره اونم چه مشکلی. خب میدونید اون کجاست؟ یکی از آشناهاش فوت کرده. قرار بود بره تشییع جنازه اون. استاد آگوب میشناسینش؟ مگه میشه نشناسمش؟ مامور تو همینجا بمون جای اینا رو. چهار چشمی مراقبش باش. همین که مراد آمد بیارش مرکز. چشم. برادر یه دقیقه بیا. چی شده؟ بگو مراد چیکار کرده؟ هنوز چیزی قطعی نیست. منظورت چیه چیزی قطعی نیست؟ ای بابا خانم شما اصلا تلویزیون نگاه نمی‌کنی؟ تمام کانالا دارن از این جریان میگن. بابا چی شده؟ خب بگو دیگه. جسد آگوب سلویان از بیمارستان دزدیده شده. همه چی به هم ریخته. حتی قراره به کسی که پیداش کنه جایزه هم بدن. جایزه؟ وای رفتم. بینندگان عزیز، خبرهای جدیدی در جریان آگوب سلویان به دست آمده. آگوب سلویان؟ امروز صبح جسد آگوب سلویان روبوده شد. ای بابا. 1 ساعت پیش از خانه آگوب سلویان سرقت انجام گرفت و پس از مشخص شدن این قضیه که تعدادی اسناد و مدارک به سرقت رفته است، وزیر کشور وارد عمل شد و نیروهای پلیس را وارد میدان کرد. روزتون بخیر ملک خانم. ببخشید مزاحم بفرمایید آقا آصف. بابت کار مهمی مزاحمتون شدم. پسرتون منزله؟ صبح رفت سر کار. بله درسته. این وقت روز کجا میتونه باشه؟ یعنی از صبح تا حالا ندیدینش درسته؟ نه ندیدم. یعنی جسد آقا کوپ هم خونه نیست نه؟ خدا نکنه. معذرت میخوام. یعنی امیدوارم اگه با خبر شدید حتما با ما تماس بگیرید ملک خانم باشه؟ البته. تو همینجا منتظر باش پسر. چهار چشمی مراقب باش. خداحافظ ملک خانم. خداحافظ. مراد چی کار کردی؟ بینندگان عزیز، بازتاب به سرقت رفتن جنازه آگوب سلویان همچنان ادامه دارد. در بیمارستانی که جسد نامرده روبوده شده نمیفهمم از جنازه اون بیچاره چی میخوان. مدارک لازم آوردی؟ راستش من فقط میخوام یه قبر بخرم. کارهای مربوط به کفن و دفن دیگه لازم نیست. باشه برگه ها رو بده. من برای خودم میخوام. با این سن و سال خیلی خوب باشه. شناسنامه‌تو بده. بفرمایید. مراد یلنیز. همکنون جناب استاندار نیست به بیمارستان تشریف آوردن. برین کنار استاندارم اومد. زود باش. جناب استاندار تحقیقات به کجا رسیده؟ لطفاً یه توضیحی بدید. ممکنه به چه علتی باشه؟ جناب استاندار ما چه کجا سوال از شما داشتیم؟ اگر ممکنه یه وقت برای ما میتونه مسئول این واقعه باشه. پس بیاد دیگه. ممنون. پریشون. ما هر کاری که لازم باشه انجام بدیم. از تمام شهروندانم درخواست دارم هر کی اطلاعی از آگوب مادر ما رو باخبر کنه جایزه رو شخصا تقدیم حضور خواهم کرد.
بله استاد ابراهیم گوش کن ببین چی میگه. گوش میکنم. چی؟ کفن؟ چه کفنی مراد؟ مگه دیوانه شدی؟ سونا نشنوه اوستا. گوش کن. نزدیک نماز عصر بیا مسجد قدیمی که تو خیابون ایوبه. برادر خیلی مهمه. همراهت پارچه کفنی هم بیار. خیلی مهمه برادر، خیلی مهمه. باشه اوستا؟ ممنون. خدا ازت راضی باشه. برادر ابراهیم مراد تماس گرفته بود؟ من میرم مغازه رو میسپارم به شما. کار مراد مگه نه؟ شما رو هم درگیر میکنه. میافتین زندونا. حالا ببینی همه رو میندازه به جونه هم. خب دیگه با اجازه. ای سرکار بیا سرکار میدونی جایزه چقدره؟ حالا که همه دنبالشن معلومه طرف خیلی پول داره وگرنه واسه یه آدم معمولی که استانداری و وزارت کشور نمیاد. مثلا اگه جنازه من گم بشه اینقدر هیاهو به پا میکنن نه نمیکنن. پس معلومه جایزه خیلی بزرگیه. خدا میدونه چیه. حلالش میکنید؟ حلالش میکنیم. حلالش میکنید؟ حلالش میکنیم. حلالش میکنید؟ حلالش میکنیم. برای شادی روح مرحوم فاتح. بسم الله بسم الله. خدا رحمتش کنه. الهی آمین. خداوند بهشت و جایگاهش کنه. بلندش کنید. یا الله مراقب باش. آروم آروم. بینندگان عزیز، همکنون در محوطه بیمارستان سلام، خسته انتظار نباشید. می‌کشیم. من به گزارش رسیده کمیسر آسم از کار برکنار خواهد شد. ما هنوز اطلاع درستی در دست نداریم ولی تا لحظاتی دیگر از زبان خودشون میشنویم. جناب کمیسر خبر برکناری شما از کار درسته؟ گفته میشه مسئولیت این کار به عهده شما بوده جناب کمیسر. دوستان اجازه بدید رد بشم. چرا بکنیم جناب کمیسر من یه بار پرسیدم مسئولیت این کار به عهده شما بوده یا نه؟ جناب کمیسر آسم لطفاً یه چیزی بگین. خواهش می‌کنم جوابی بدین. قربان خبر برکناری اجازه بدید. اجازه بدید. اینا رو بگیر. بفرمایید. زحمت کشیدین. چی شد برادر؟ ای بابا برادر. نمیتونم این کارو بکنم استاد ابراهیم. اما ما که تمام کارهای اونو انجام دادیم. جنازه‌ش شستیم، نمازش هم خوندیم. حالا واسه چی باید منصرف بشی؟ مطمئنم آقا آگوب نمیخواست تمام این کارا به ضرر کسی دیگه ای بشه. حسابم میمونه واسه اون دنیا استاد ابراهیم. این دفعه موفق نشدم. نتونستم. مثل اینکه به پایان این راه رسیدم. حالا بازم دیوارای زندان، بازم سالها دوری. بیشتر از هر چیزی واسه مادرم ناراحتم. استاد ابراهیم بگو مراد. یه چیز دیگه هم ازت میخوام. بگو میشنوم مراد. بیچارم کردین دختر، بیچاره. بله بگو چیه؟ چی؟ اومده اداره پلیس؟ فوراً میام.
یه نفر اومده اداره پلیس میخواد گزارشی در این رابطه بده. مثل اینکه این جریان جایزه اثر داشت. خواهیم دید. حالا خواهیم دید. آقای آتش لطفا دوستان لطفا اجازه بدین. کجاست؟ گفتم تو دفترتون باشن. شما جناب کمیسر میخواد تسلیم بشه. خب واسه چی این کار کرد؟ دلیلش چیه؟ میخواست به قولی که به اوستا عقب داده بود عمل کنه. قول؟ چه قولی؟ مراد با آقا عقب قول داده بود اونو تو قبرستان مسلمانا دفن کنه. خب حالا کجاست؟ کنار دیوار آناتولی. اونجا تو یه پارکی تو ماشینش منتظره. خب نتونستم به وصیتت عمل کنم استاد عقب. نتونستم به قولی که بهت دادم عمل کنم. نتونستم. منو ببخش استاد. ببخش. خب دیگه مراد به پایان راه رسیدی. جناب کمیسر تنها اومدین؟ بله همینطوره آقا مراد. دیگه چی میخوای بگی؟ تو بازجویی براتون توضیح میدم. حالا تو برام بگو یه وقت دیدی نیازی به بازجویی نباشه. قربان اون جعبه. بله اون جعبه که از مغازه عقب سلویان دزدیده بود. من چیزی ندزدیدم کمیسر. اگه جنازه عقب به حساب نیاریم چیزی ندزدیدی. خلخات گفتی اون جعبه. تو جعبه چی بود؟ توش قرآن کریم بود. استاد عقب تو لحظات آخر زندگیش خواست تو قبرستون مسلمونا دفن شه. اینو به هم وصیت کرد. تو هم اومد یا جنازه رو دزدیدی؟ آره؟ دزدیدم. سرم یعنی فکر آخرشو نکردی بیفتی زندان؟ میدونه برای چند سال میبرن؟ اونش برام مهم نیست کمیسر، ولی فکرشو نمیکردم شما و مروه توی این ماجرا اینقدر تو درد سر بیفتی. چیکار باید کرد؟ حسابم با استاد عقب موند واسه اون دنیا. یه دقیقه اجازه بدید. میدونم شاید بیاد. اومد. آره خودشه. ببینیم امروز میتونیم چیزی ازش بفهمیم. تا حالا که سوالاتمون رو جواب نداده. جناب کمیسر لطفا به سوالات ما جواب بدین. جناب کمیسر جواب بدین. دوستان اگه آروم باشید همه چیزو میگم. در رابطه با این قضیه پیشرفت زیادی کردیم. چه پیشرفتی ممکنه اطلاعاتی بدین؟ مقصدشون مشخص شده؟ مشخص شد. مقصد مشخص شد. مشکل آقا بزرگی. ساکیز کجا هستن؟ نباید اینطور. درسته. آقا سارکیز؟ من میدونم کی این کار کرده. بگو گوش میکنم دخترم. اول در مورد جایزه صحبت کنیم. اجازه بدین دوستان. به احتمال زیاد اشتباه بزرگی پیش آمده. یعنی چه جور اشتباهی؟ متاسفانه جنازه ها اشتباهی شده. یعنی کوتاهی از بیمارستان بوده؟ یعنی اونی که جنازه مرحوم آقا آگوپو دزدیده مراد یالنیزه. چی؟ در گذشته پیش آقا آگوب کار میکرده، دزدی هم میکرده، ولی راستش حتی منم فکر نمیکردم همچین کاری بکنه.
در حالی که آگوب انقدر بهش اعتماد کرده بود. ای نمک نشناس، نمک نشناس. فقط ازتون یه خواهشی دارم. چی؟ اسمی از من نبرین. خودتون میدونین که آدمی مثل اون خطرناکه. قربان تبریک میگیم تبریک میگیم بهتون. خیلی متاسفم آقای سارکیس. مطمئناً مدیریت بیمارستان بابت اشتباهی که شده عذرخواهی لازم خواهند. اشتباه؟ متاسفانه موقع تحویل اشتباهی پیش آمده، ولی الان همه چیز مرتبه. ولی الان یه نفر خبر داد مردی به اسم مرادیال نیست. خبر اشتباهه. حتما دروغی ساختگی برای گرفتن جایزه بوده. در حال مجددا تسلیت عرض میکنم. دیگه میتونید با خیال راحت جنازه رو تحویل بگیریم. مراد پسرم، نتونستم مادر، موفق نشدم. پسرم اینقدر خودتو زجر نده. بیچاره فقط یه چیز ازم خواست تو قبرستون مسلمونا دفن شه، ولی آنها حتما از این موضوع زجر میکشه. چه موضوعی مراد؟ میخواست به عنوان مسلمون دفن شه. مراد جان پسرم این تفکر توه. اون الان میدونه که تو تمام تلاش خودتو کردی تا به خواستش عمل کنی. به هر حال اتفاقیه که افتاده، نباید خودتو سرزنش کنی. هر کاری یه راهی داره، باید به خدا توکل کنی. یعنی ممکنه سارکیس راضی به این قضیه بشه؟ میخوام باهاش صحبت کنم. پسرم همه سعی تو بکن، اما اینو بدون اگه راضی نشد تو چیزی از دست نده. تو نبودی من چی کار میکردم مادر؟ میخواست تو قبرستون مسلمونا دفن بشه، میخواست به شما هم بگه، ولی میترسید رفتارتون باش عوض بشه و مورد دشمنی قرار بگیره. اینم مال اون بود. اولین قرآنی که خونده بود. خودش همچین تصمیمی گرفته بود. خواسته بود بعد از مرگش اینو بدم به شما. شریکم، برادرم، دوستم، امانت به سارکیس. مراد تو دوست خوبی هستی. تو یه مسلمان با تلاشی برادر. میدونم خواسته من خیلی تو رو اذیت کرد. این مسئله رو با سارکیس و نزدیکانم در میون بذار. اینو بدون که من حلالت کردم. اینو بدون که من حلالت کردم. خدا شکرت خدا. مارکوس دوست شدیم عمو مراد. آفرین نفه، این کار شایسته توه. به نظر تو خداوند چرا ما را کنجکاو آفریده؟ شاید برای پیدا کردن زیبایی ها و راه درست.
آدم اگه در مورد طرف مقابلش کنجکاوی کنه اونو بهتر میشناسه و اگه بشناسدش رفتارش نسبت به اون درست‌تر خواهد بود. اینطوری آدما مثل جونورای وحشی به جون هم نمیافتن. طرف مقابلشون رو هم که بشناسن دیگه لازم نیست بترسن. برای اینکه درک کردن یعنی شناختن. شناختن هم یعنی اعتماد کردن. برای همین بعضی از بچه‌ها با هم بد رفتاری میکنن. برای اینکه همدیگه رو درک نمیکنن، نمیشناسن. اساس همه اینا دانستنه. انسان چیزی رو که میشناسه دوست داره و چیزی رو که نمیشناسه دشمن خودش میدونه.